اگه محیط و مساحت ها رو بلد نیستی اصلا سر جلسه امتحان نرو. محیط مستطیل میشه طول به اضافه عرض ضرب در 2. مساحت مستطیل میشه طول ضرب در عرض. شکل بعدی مربعه. محیط مربع میشه اندازه یک ضلع ضرب در 4. مساحت مربع میشه اندازه ضلع ضرب در خودش. محیط مثلث میشه دور تا دور اضلاع و مساحتش میشه قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. برای لوزی محیط میشه یک ضلع ضرب در 4 و مساحت میشه قطر بزرگ ضرب در قطر کوچیک تقسیم بر 2. متوازی الاضلاع محیطش میشه دور تا دور اضلاع و مساحتش هم میشه قاعده ضرب در ارتفاع. شکل بعدی که دایره است محیطش میشه 2 برابر شعاع ضرب در عدد پی که عدد پی رو معمولا 3.14 در نظر میگیریم و مساحتش میشه شعاع ضرب در شعاع ضرب در عدد پی. محیط زوزنقه میشه دور تا دور اضلاع و مساحتش هم میشه قاعده کوچیک به اضافه قاعده بزرگ ضرب در ارتفاع تقسیم بر 2. این پست یکی از کاربردی ترین پست اینستاگرامه. سیو کردنش یادت نره.